خب بریم با هم دیگه یه تنفس عمیق شکمی بهتون یاد بدم که با صدا و آوا ترکیب شده و باعث آرامش عصب واگ میشه. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوام یه تمرینی رو بهتون یاد بدم که برای آرامسازی عصب واگ و تحریک عصب واگ فوق‌العاده عالیه. توی این تمرین ما ترکیبی از تنفس و صدا رو داریم، یک آوایی که باعث لرزش این قسمت و تحریک عصب واگ میشه که عصب واگ هم میدونید توی پست قبلی بهتون گفته بودم که مرکز تعادل و آرامش ماست. همینطور وقتی که خواننده ها وقتی که میخونن حس خوبی دارن یا خود شما وقتی آهنگی رو زمزمه میکنی حتی با دهان بسته حالت بهتر میشه، دلیلش تحرک عصب واگه. به خاطر که این عصب وقتی که به ارتعاش در میاد مرکز تعادل بدن هستش دیگه، یعنی مغز رو به بدن، به معده، میری، نای و انتهای روده این عصب وصل میشه، مغز رو به اینا متصل میکنه و وقتی که تحرک داره باعث میشه حال ما بهتر بشه و درست کار بکنه اون اعصاب پاراسمپاتیک ما. اوکی، پاراسمپاتیک و سمپاتیک هر کدوم کارها و ویژگی های خودشون رو دارن، یکی تو حالت بقا، یکی تو حالت آرامش میبره بدن ما رو. اوکی، خب برای انجام این تمرین باید چی کار بکنیم؟ اول از همه با یکی از انگشتاتون بینی راستتون رو کاملا میبندید، مسدودش میکنید. وقتی که بینی رو بستید تمام دم و بازدمتون رو با بینی سمت چپتون انجام میدید. یه نفس عمیق شکمی میکشید، یعنی شکمتون میاد جلو، کامل شکم پر میکنید، کامل که شاشاتون پر از هوا شد یه مکس کوچولو برای خارج کردن دم خیلی آروم با دهان بسته ارتعاش ایجاد میکنید به این شکل. به این شکل تا 15 دقیقه میتونید این کار رو در روز انجام بدید تا آرامش کافی رو به بدنتون بدید، ضربان قلبتون میاد پایین تر، حس و حالتون بهتره، کورتیزول بدنتون به شدت میاد پایین تر و از اون حالت بقا بدنتون خارج میشه. اوکی، این حس و حال خوب رو به دوستانتون هم هدیه بدین.